وایس چیست و ارزش استفاده داره یا نه؟ سلام، من حامد کوفله هستم، اینجا ویپ ایران. اول از همه بگم که وایس یه بسته نصبیه، روی سیستم تلفنی ایزابل نصب میشه و فقط فارسی ساز نیست، کلی امکانات پیشرفته حتی در حد سیستم‌های تجاری به اضافه میکنه به سیستم تلفنی ایزابلتون. پس به شدت از لحاظ فنی ارزش استفاده داره، با توجه به اینکه بدونید که وایس پروژه کدباز رایگانه، روی گیت هاب ویپ ایران قرار داره و میتونید به راحتی نصب و دانلود و استفادهش بکنید. توسط تیم ویپ ایران ارائه میشه و بنده از وقتی که ایزابل به وجود اومدم این پروژه بوده، حدود 7-8 سال پیش، رایگان کدباز. هدفش هم اینه که شما بتونید امکانات تجاری پیشرفته رو روی پروژه هاتون داشته باشید و ازش استفاده بکنید. میتونید با اسم خودتون بفروشید، میتونید ازش تو پروژه های آیتی سازمانتون استفاده کنید، میتونید برای افزایش درآمدتون استفاده کنید یا حتی کمک کنید به رشد و توسعه این پروژه اوپن سورس و بسته تلفنی بهینه ساز سیستم تلفنی ایزابل. اما چه چیزایی اضافه میکنه؟ در واقع تو این 5-6 سالی که این وایس توسعه پیدا کرده، همینجوری امکانات تجاری پیشرفته بهش اضافه شده. بریم یه چند تاشون رو ببینیم. به 3 طریق میتونید به وایس دسترسی پیدا کنید. خب طبیعتا پروژهش رو گیت هاب ویپ ایران قرار داره. وبسایت ویپ ایران تو منوی محصولات کدباز میتونید وایس رو پیدا بکنید، یا خود وبسایت وایس که بالا اومده و میتونید برید توی تنظیمات، تو بخش امکانات ببینید چه امکاناتی سیستم تلفنی وایس ما داره. سوای این که حالا منوها فارسی میشه، پیام‌های فارسی اضافه میشه و خیلی فکر میکنم وایس فقط فارسی ساز. خیر، اصلا اینطوری نیستش. امکانات تلفنی فوق‌العاده هم اضافه میشه، شنود هوشمند، یه وب آرتیسی که تو سیستم‌های تجاری هم کم پیدا میشه، وب آرتیسی تلفن‌های تحت وبن. حالا پوسته فارسی، نظرسنجی در صف، یه CRM ویتایگر شمسی سازی شده و کلی برنامه‌های یوتیلیتی لینوکس و خیلی چیزهای دیگه. حتما بیایید امکاناتشو بخونید، تستش کنید، تو پروژه ازش استفاده کنید، لذتشو ببرید. نصبش روی پروژه گیت میرین، این پایین یه کامند نصب داره، به همین سادگی کپیش میکنید روی ایزابل ترجیحاً 5 و آپدیت شده، یک کلیک راست میکنید روی پوتی و میره برای نصب. به همین سادگی. بعد نهایتاً چند دقیقه وب ایزابلتون که باز بکنید یه همچین چیزی خواهید داشت. این صفحه ورود وایزه که همه اینا میتونه کاستومایز بشه بر اساس سلیقه شما. توی ویدیوهای دیگه در خصوص تک تک امکاناتش صحبت خواهیم کرد که بزرگترینشون وب آرتیسی، شنود هوشمند و در واقع گزارشگیری صف، ویتایگر و کلی امکانات ریز پیشرفته فوق‌العاده داره. به همین راحتی ایزابلتون تبدیل میشه به یه سیستم تلفنی که یه سری امکانات حرفه‌ای تو دل خودش رایگان کدباز داره. تو پروژه استفاده کنید، لذتشو ببرید. داکیومنتیشن ها و مقالات بیشتری روی سایت ویپ ایران و ویدیوهای ما ببینید که بتونید بخشای فنی وایس رو بیشتر باش آشنا بشید. لذتشو ببرید.